دوستای گلم، ترمه هستم. خوشحال میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها همراه هم باشید که خیلی دلگرمیه. تا حالا شده یه ایده خوب داشته باشی ولی یه صدایی تو سرت بگه اگه خراب شد چی؟ اگه شکست خوردی چی؟ این همون صدای ذهنیت فقیره. ذهنی که بیشتر از این که دنبال رشد باشه فقر رو باور داره، ریسک پذیری رو باور نداره. ریسک پذیری یعنی خطر و خطر هم یعنی دردسر. به خاطر همین همیشه ترجیح میده که تو حاشیه امن بمونه. به خودش میگه من اهل این کارا نیستم، برای من دیگه دیره. به خودش میگه اگه شکست بخورم چی؟ من سرمایه ندارم. یا میگه الان وقتش نیست. اینا در واقع همون باورهای محدود کننده هستن که ما باهاشون بزرگ میشیم و تبدیل میشن به یک بخشی از هویتمون. اما ذهنیت ثروتمند معنای ریسک رو عوض میکنه. به ریسک نگاه میکنه فقط به عنوان یک فرصت برای یادگیری، نه یه تهدید. میفهمه که بدون تلاش هیچ تغییری اتفاق نمیافته و همیشه میگه چه کاری رو میتونم انجام بدم که اوضاع بهتر بشه. ذهن ثروتمند میدونه هر شکستی یه پله است، نه یک پایان. خیلی از آدم‌های موفق دقیقاً از دل سخت‌ترین تصمیم‌ها و بزرگترین ترس‌هاشون رشد کردن. نه چون نمی‌ترسیدن، بلکه چون تصمیم گرفتن با وجود ترس ادامه بدن و به هدفشون برسن. فرق ذهن فقیر و ثروتمند فقط در داشتن یا نداشتن سرمایه نیست. فرقش توی میزان ریسک پذیری و باورهاست.